در میان بنی اسرائیل زن زناکار و ناپاک و به قدری هم زیباروی بود که هر کس او را میدید فریفته او میشد. در خانه‌اش همیشه باز بود و خودش بر روی تخت روبروی در خانه می نشست تا زناکاران را در گرد خود جلب کند. هر کس که می خواست بر او وارد شود و با او زنا کند باید قبلا 10 دینار پرداخت می کرد. روزی مرد عابدی از کنار در خانه او می گذشت و چشمش به جمال دلارای آن زن آلوده به زنا می افتد. شیفته او می شود و بی اختیار وارد آن خانه می گردد. ولی شخص عابد پول نداشت. در دستش یک لباسی داشت که آن را فروخت و 10 دینار را پرداخت کرد و روی تخت کنار آن زن زناکار نشست. همین که دست به سوی زن دراز کرد در همین لحظه با خود گفت: ای بدبخت، خدای بزرگ تو را در این حال می نگرد در حالی که غرق در کام حرامی. اگر همکنون عزرائیل بیاید و جانت را بگیرد جواب حق سبحانه و تعالی را چی خواهی داد؟ و فکر کرد که با انجام یک زنا همه عبادتش هبته و پوچ می گردد. ناراحت شد و رنگش تغییر کرد و رنگ برنگ شد و در خود فرو رفت. آن زن زناکار با او گفت: چی شده؟ چرا رنگت پریده است؟ مرد عابد گفت: من از خدا می ترسم. اجازه بده از خانه‌ات بیرون بروم. آن زن زناکار گفت: وای بر تو، مردم حسرت میبرند که کنار این تخت با من بنشینند و به این آرزو برسند. تو که به این آرزو رسیده ای میخواهی وسط راه آن را رها کنی؟ مرد عابد گفت: من از خدا میترسم. پولی را که بر تو دادم حلال تو باشد. اجازه بده از خانه‌ات بیرون بروم. او سرانجام اجازه داد و مرد عابد بیرون رفت. عابد به حال پریشان در حالی که از خوف خدا فریاد میکرد میگفت: وای بر من، خاک بر سرم شد و از خانه خارج گردید. همین حالت عابد باعث شد که خوف و وحشت در دل آن زن زناکار افتاد و با خود گفت: این مرد عابد اولین گناه را خواست انجام دهد ولی آنچنان از خدا ترسید که پریشان گردید. ولی من سال هاست که دامنم آلوده به زنا است و غرق در گناه هستم. همان خدایی که عابد از او ترسید خدای من هم هست و من باید بیش از او از خدایم میترسم. همان دم توبه حقیقی کرد و در خانه را بر روی خود بست و لباسی کهنه پوشید و مشغول عبادت خداوند جل جلاله گردید. و بعد از مدت با خود گفت: اگر من به سراغ آن مرد عابد بروم و حال خود را بگویم شاید او با من ازدواج کند و در حضور او آموزش دینی ببینم و او یاور خوبی در عبادت و پاکسازی من گردد و جبران گذشتم را بنمایم. مال و خدمتگار و چیز و چاره خانه‌اش را برداشت و وارد شهری شد که عابد در آنجا زندگی میکرد. با عابد خبر دادند که زنی در جستجوی تو است. آن شخص عابد از خانه‌اش بیرون آمد تا چشمش به زن افتاد. دریافت که همان زنی آلوده و زنا است. با یاد آن گناهش افتاد و از خوف خدا نعره کشید و افتاد و جان سپرد. گفتند آن زن هم مرگش را از خداوند جل جلاله خواست و در کنار عابد جان را به حق سپرد. بله عزیزانی گران قدر من، مسلمان باید آنقدر از خالقش خوف داشته باشد که قبل از گناه وجدانش وی را محکمه و سرزنش کند. ای وای به حال آنانی که بارها به گناه نزدیک شده گناه کردند و آنقدر ضمیرشان مرده است که از الله تعالی نمی ترسند و توبه را به تأخیر می اندازند.
عابد با دیدن آن زن در شهر خودش جان به جان آفرین سپرد. ما چه بدبختیم که با نزدیکی به گناه جان به شیطان می سپاریم و تن به گناه. این است عاقبت کار ما. بهترین ها کسانی اند که قبل از گناه توبه می کنند. اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من الصالحین واجعلنا من الصابرین واجعلنا من المحسنین یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.